اگر انسان دره پر از طلا داشته باشد، او آرزو می کند دو دره پر از طلا داشته باشد. هرگز دهن ارث انسان را جز خاک گور چیز دیگری پر نمی سازد. و کسی که توبه کند، خداوند جل جلاله او را می بخشد. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم.